سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز، امروز به سوال یکی از خواهرها جواب میگردونیم که این سوال خیلی مهم است و بسیاری از خواهرها به چنین حادثه روبرو میشوند. و این خواهر عزیز میگوید سلام علیکم داملا، یک سوال دارم. من زن دوم هستم، یک دخترچه دارم، حاضر باشد حامله دارم. شوهرم نمیخواهد دیگر کودک کردن مرا. میگوید رو گیروش مده در کار نیست. میگم من چیکار کنم؟ من کودکم را گیرم گناهکار میشم. التماس در همین سوال من در استوریساتون برآمد کنید تا به گوش شوهر من رسد. التماس. خب چنانی که از سوال برای ما و شما معلوم شد بینندگان عزیز، درباره اسقاط جنین یعنی ابورت کردن کودکی که در بطن زن حامله است، همین سوال را میپرسد. شوهرش میخواهد که اسقاط کند همون کودکی که جنینی که در بطنش است، در شکمش است، آن را گرفته پرتاید. شریعت ما و شما درباره این مسئله چی میگوید؟ خب البته موضوع زن دوم بودنش و چقدر زنهای دوم حق و حقوقشون پایمال شدنش ما چندین برنامه ها صحبت کرده هستیم، به این وارد نمیشویم. و یکی از همون حقوق هایی که پایمال شده ایستاده است در سوال امروزه آمده است، این هم باشد گرفته پرتافتن یا اسقاط کردن کودکی که در شکم این زن الکی به وجود آمده است. شریعت ما و شما البته 5 کلیات 5گانه میگویند، مقاصد شریعت میگویند 5 چیزی است که شریعت آن را حفظ میکنه. یکی از آنها این چی است؟ این نسل است. حفظ نسل، نگاه داشتن نسل بشریت، نسل انسانیت. بعد دین و عقیده ما و شما، دین ما و شما، شریعت ما و شما چرا نسل انسانیت را برای حفظ کردن آمده است. این را کلیات 5 یا مقاصد بزرگ اسلام می نامند. و بناهن بر حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم و گفته های عالمان بزرگ ما معلوم می شود که اگر در شکم زن کودک جنین پیدا شود، موافق اجماع علما بعد از گذشتن 120 روز، یعنی بعد دمیده شدن روح به کودک، به همون جنین، به اجماع علما اسقاط کردن، گرفته پرتافتن آن یا ابورت کردن آن حرام است، قطعا حرام است. و کسی اگر به یگان عذر بعد از 120 روز ابورت کند، بالای او دیه و کفاره واجب می شود. دیه او غره است. غره یعنی 50 دینار، 50 تنگه طلایی بالای همون زن و شوهری که به یگان سبب با اختیار خودشان می روند کودکی که در شکم مادر پیدا شده است آن را می گیرند، چی می شود؟ بالای او 50 تنگه طلایی واجب می شود و با حساب امروزه $17,000 یا 212.5 گرم طلا برگردن آنها چی می شود؟ واجب می شود. و همچنین کفاره گفتند بعضی از اهل علم که کفاره چی است؟ 2 ماه به یگان روزی که در بینش خوردن، 2 ماه پی در پی انسان باید چیکار کند؟ روزه بگیرد. این جزای نفری که بعد از 120 روز پیدا شدن طفل در شکم مادر آن را به یگان سبب چیکار میکنند؟ میگیرند. خب ما گفتیم به یگان سبب چی شده میتواند؟ سبب تنها در یک حالت گرفته میتواند. بعد از 120 روز همان هم باشد یک دکتر طبیب مسلمان با تقوا میگوید که اگر شما کودک را نگیرید مادر وفات میکنه. در حالت جان مادر در خطر ماندن، تنها در همین حالت اهل علم اجازت دادند که چیکار میکنند؟ جنینش را، کودکش را از شکمش گرفتنش درست است. همین هم باشد یک چند طبیب های مسلمانی به تقوایی که از الله تعالی میترسند، آنها میگویند که موافق طب، موافق فهمش ما همه را دیدیم، سنجیدیم، یک چند تحلیل ها و انالیز ها گذرانیدیم، باید گرفته شود. اگر گرفته نشود مادرش میمورد. تنها در همین حالت جایز است. پیش از 120 روز چی؟
پیش از 120 روز اهل علم اختلاف کردند. یعنی بعضی علما گفتند که سبب‌های ضروری باشد چه است جایز است و بعضی از اهل علم از جمله امام مالک و مالکی ها گفتند که قطعاً بعد آنی که طفل در شکم مادر پیدا شد نه 120 روز و نه یگان روز گرفتنش اسقاط کردنش بی سبب، سببش رو گفتیم جان مادر به خطر میماند، به همین سبب دیگر گرفته پرتافتنش درست نیست. بنابراین برادران و خواهران عزیز، اسقاط حمل یعنی ابورت کردن گرفته پرتافتن کودک چنانکه که بعضی از اهل علم گفتند مطابق همون آیتی که الله تعالی میگوید و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. الله تعالی میفرماید روزی که طفل کشته شده پرسیده میشود، طفلی که گورانیده شده است پرسیده میشود که بأی ذنب قتلت، با کدام گناه با کدام سبب تو کشته شدی، تو را برای چی کشتند؟ یعنی قتل است، قتل است که انسان گناهکار می شود. و بعضی اهل علم پیش از 120 روز چنانه که گفتیم با بعضی سبب ها اجازت دادند. در حدیث صحیح که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو الصادق المصدوق. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند و آنی که صادق المصدوق هستند، صادق هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه ثم یکون علقه مثل ذلك. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خلقت شما، خلق شما، آفرینش شما، الله تعالی وقتی ما را خلق میکند در بطن مادر، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند 40 شبانه روز نطفه جمع می شود، 40 شبانه روز نطفه می ایستد در بطن مادر. ثم یکون علقه مثل ذلك، سپس 40 شبانه روز چی می شود؟ خونی بسته می شود، علقه معلق، خونی بسته معلق در چی؟ در دهان رحم می شود. ثم یکون مضغه مثل ذلك، سپس یک گوشت پاره می شود، گوشت پاره ای که به شکل تبدیل می شود، علقه شکل انسان معین می شود. ثم یرسل الیه الملک فینفخ فیه الروح، سپس فرشته را الله تعالی می فرستد پس از گذشتن 120 روز، یعنی 40 شبانه روز اول نطفه، 40 شبانه روز دوم علقه یعنی خونی بسته شده و 40 شبانه روز دیگر چی می شود؟ مضغه می شود، گوشت پاره می شود و سپس بعد از گذشتن 120 روز الله تعالی فرشته را می فرستد و بر او روح و جان دمیده می شود. خب اما باز در بعضی حدیث های صحیح آمده است که در صحیح مسلم پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود گفتند که پس از گذشتن 42 روز الله تعالی چیکار میکنند؟ فرشته رو میفرستد و فرشته پس از گذشتن 42 روز 42 لیله، 42 شبانه روز فرشته میبیاید و آیا خوشبخت است یا بدبخت است، آیا زن است یا مرد است، رزقش زیاد است یا کم است و اجلش یعنی عمرش نوشته می شود و روح بر او دمیده می شود. بنابر این حدیث دوم بعضی از اهل علم گفتند که بعد از 42 روز گرفته پرتافتنش قطعا حرام است و تا 42 روز با بعضی سبب ها گرفتنش جایز است. والله تعالی اعلم. این بود گفته های اهل علم. بنابراین باز تأکید میکنیم که الله تعالی در چندین آیات های مبارک خود برای ما و شما اهل ایمان تأکید میکند که آنهایی که فرزندانشان را از ترس رزق میکشتند الله تعالی آنها را میگوید قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، در حقیقت زیان دیدند آنهایی که از روی جهالت، از روی نادانی فرزندانشان را کشتند و آن جنین، آن طفلی که در بطن مادر علقه پیدا شده است او فرزند حسابیده می شود. بنابراین گرفته پرتافتن یا ابورت کردن او چی می شود؟ در حق او، در حق آن طفل قتل حساب می شود، کشتار حسابیده می شود. و همچنین در دیگر آیات الله تعالی می گوید ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم
این قتلهم کان خطئا کبیرا. الله تعالی میگه و فرزندانتان را از ترس تنگ دستی، از ترس کمبغلی نکشه. ما بر آنها رزق میدهیم همچنانی که بر شما رزق میدهیم. چنانی که برای تو ای بنده من رزق داده ایستادم، برای فرزندانتم من رزق میدهم. این قتلهم کان خطئا کبیرا، همانا کشتن آنها چی بود؟ یک خطای گناه بسیار بزرگ و یکی از گناه های کبیره بود. الله تعالی باز در آیت دیگر میگه ولا تقتلوا اولادکم من املاق. ببینید آیات ها پس آیات ها، آیات ها پس آیات ها تأکید کرده ایستاده است که ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. در آیت دیگر نرزقهم و ایاکم گفت، در اینجا نرزقکم و ایاهم. ما برای شما روزی میدهیم همچنان برای آنها روزی میدهیم. آنها را نکشید. از سبب چی؟ از سبب ترس رزق. میترسید که خورانیده و پوشانیده نمیتوانید، میترسید که فرزندان زیاد به وایه رسانیده نمیتوانید. امروز متاسفانه فرهنگ غربی، فرهنگ کم فرزندی در ما هم تأثیر خودش رو رسانیده است. ببینید بیبی های و باباهای ما و شما رو نکم از 8-10 نفر فرزند داشتن. الحمدلله پدران ما و شما، پدر بزرگان و باباهای و بیبی های ما و شما چقدر انسان های بابرکت بودن، نسل های بابرکت داشتن. همه آنها ما و شما فرزندان و نویرگان خود رو مهربان بودن، به وایه میرساندن، هرگز از رزق نمی ترسیدن. امروز 2-3 تا الکی از همین 2-3 فرزند زیاد و در بعضی کشورها از 1 تا یا 2 تا دیگر زیادش میگوید این خدر شما در عائله ما کلان 4-5 فرزند رو میگن که عائله کلان عیالمند است، فلانی خیلی عیالمند است، فرزنداش زیاد است. چند نفر؟ 3 نفر، 4 نفر یا 5 نفر. یعنی 2 نفر 3 نفر که کفایتی میکنن، از آن زیادش چی است؟ دیگر میگن نه نمیشود، نمیتوانه. بله درست در زندگی شاید مشقت ها هست، اما انسانی که به الله تعالی توکل میکنند الله تعالی هرگز او را به حال خودش واگذار نمیکند. الله تعالی همراه اوست و الله تعالی بر خاندان او برکت میده. چنانه که در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم وصف زنان جنتی را گفتند الودود، زنی که بسیار تولد میکنند. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی به نسل ما و شما اهل ایمان برکت دهد و الله تعالی ما و شما اهل ایمان و اهل اسلام را عزت و پیروزی بخشد. تا نوار آینده الله نگهبانتون باشد.